خب به نام خدا در خدمتتونم با حل یک سوال از مبحث استوکیومتری، اونم استوکیومتری ماده. یک سوال پارامتری، همونطور که میبینید یک پارامتر n این وسط از ما خواسته. حالا ببینیم سوال چی میگه، بریم تو دلش چیه. گفته اگر جرم یک مولکول از نوعی فسفر که فرمول شیمیاییش هم نوشته P اندیس N برابر 2.6 ضرب در 10 توان منهای 22 گرم باشد، این کدام است؟ خب سوال حل کنیم دیگه، یعنی نیاز به حل نداره. چطوریه؟ نه دیگه حل کنیم دیگه. اینجا یه چیزی خیلی مهمه، خیلی باید دقت کنیم و اینجاست که خوندن خود سوال اصلا راه حله. وقتی سوال خوب متوجه بشی جواب میاد اینطور نباشه که نازل بشه یا وحی بشه تو ذهنت. گفته جرم یک مولکول از نوعی فسفر، جرم یه دونه پی ان. ببین اینجا هم بنویسم یه دونه پی ان انقدر گرمه. ان کدام است؟ خب اینم در نظر بگیرید، اینو همینجوری برای من ننوشته، اینم مهمه، اهمیتش رو الان میفهمیم. سبز حل کنیم متوسل بشیم به ائمه. گفته بودش که یه دونه مولکولش یعنی یه دونه پی ان، خب هم عرض با هم عرض رو یکم بهتر بزنیم، هم عرض با یا به طور دیگه مثلا مساوی، فرق نداره دیگه، جرمش انقدر 2.6 ضرب در 10 به توان منفی 22 گرم. حالا ما چجوری n رو به دست بیاریم؟ میگیم از جرم مولی n کمک میگیریم. میگیم که هر n آتا پی انی جرم مولی تعریفش بود دیگه، جرم یک مول از هر ماده ای. حالا جرم یک مول از پی ان، یک مول از پی ان یعنی چی؟ یعنی 6.2 ضرب در 10 به توان 23 تا مولکول پی ان. چقدر میشه؟ هم عرض میشه با بازم هم عرضی باید گذاشتم 31 n تا داریم دیگه، n تا فسفر توی این ترکیب شیمیایی هست. جرم هر یه دونه فسفر هم 31 گرم بر موله، پس این میشه 31 گرم. گرفتید چی شد؟ خیلی راحت مسئله حل شد. حالا اینا رو ما ورداریم، همون تناسب خودمون میشه دیگه. یه تناسب یه طرفین وسطین میکنیم و تموم میشه میره. میشه 31n مساوی میشه با 2.6 ضرب در 10 به توان منفی 22 ضرب در 6.2 ضرب در 10 به توان 23. و اینجاست که طغیان شروع بشه. چه طغیانی؟ طغیان برای محاسبات، اصلا نترس. 31n، خب n ما میشه چی؟ میشه 2.6 ضرب در 60/2. چرا نگی چرا شد 60/2؟ این 10 به توان منهای 22 رو با این 10 به توان 23 زدم یه دهم تقسیم بر 31. n ما اینه. حالا اینو چطوری حل کنم؟ خیلی راحت، تقریب، اصلا نترس. گزینه‌ها رو نگاه کن، اوکی. اینو بگیر، تقریبی داریم میریم دیگه. 2 ضرب در 60، این هم اصلا همون 31 بذار باشه، یا اصلا 30 به تقریب میشه 120 روی 31. اگه 30 بود به تقریب میشد 4. حالا یه کمی از 30 بیشتره دیگه، یه واحد، یه دونه 31 دیگه، پس از 4 یه مقدار کمتر میشه، مثلا 3.99999. حالا از طرفی صورت هم 120 نمیشه، 120 بیشتر میشه. پس در کل ما این هم همون 30 در نظر بگیریم. اوکیه؟ اوکی دیگه. این میشه چی؟ میشه 4. به همین سادگی سوال حل شد.
حالا اگه سبزه اومد مثلا برای زیبایی کار گزینه 1. یعنی این ترکیب ما P4 بوده. خب امیدوارم سواله براتون مفید باشه، مفید واقع شده باشه. خلاصه که با یه هم‌ارزی ساده حل میشد یا تناسب. با کسرهای تبدیل هم میشد حل کنیم، ولی خب اینجوری مفهومش رو خیلی بهتر متوجه میشید. در کل خدا به همراهتون.